درود دوستان، چطورید؟ به یه ویدیو دیگه نانسنس خیلی خوش اومدید. امروز ویدیو داریم. چه ویدیو جذابی! چرا جذاب؟ اینجا رو داشته باش. بازی اسکیجول که یادتون هست 3-4 ماه پیش رو استیم عرضه شد و تقریبا نصف استیمو ترکوند و تقریبا هم همه یوتیوبرها از این بازی گیم پلی میذاشتن و خیلی هم ویوهای زیادی داشت. ولی خب شاید یه سریاتون مثل من سیستمتون ضعیف باشه یا اونقدی توانایی اجرای این بازی رو نداشته باشه. حالا من معادلش رو تو موبایل براتون آوردم. شرکت منتشر کنندش با اون اصلا یکی نیست. اون شرکت منتشر کنندش یکی دیگه است. این شرکت منتشر کنندش هندیه. درسته که کیفیت PC رو نداره ولی به جذابی و گیرایی اون هست. بازی از اینجایی که ما هستیم شروع میشه. دقیقا این قسمت مپ. چون این بازی نکته هاش خیلی زیاده، من اگه بخوام کل نکته هاشو بگم اصلا شاید 1 ساعت ویدیو بشه. من حالا سعی میکنم در حد 7-8 دقیقه یا نهایتا پر 10 دقیقه تا جایی که میشه نکاتشو بگم و گیم پلیش هم توضیح بدم. اول همه علامت های روی مپ رو میخوام بهتون بگم. هر جا که H دیدید این نارنجیه یعنی خونه و عدد جلوش یعنی اون شمار خونه‌ای که اونجا هست. هر جا S دیدید مثل این سبزه یعنی استور، یعنی اونجا فروشگاه و مغازه هست. و این دیا یعنی دیلر، یعنی میتونید دیلر برای خودتون استخدام کنید و موادتون رو بدید براتون بفروشن. مجموعاً تا اینجای آپدیت 5 تا یا 6 تا خونه توی بازی هست که میتونید بخرید با قیمت‌های مختلف. اولین خونه همین H1 که باید برید بخرید. بازی با یک بودجه محدود شروع میشه که شما اول باید چادر برای پرورش گیاه بگیرید، کاتر و سطل آب و قفسه برای نگهداری وسیله هات. این خونه اول، این میشه خونه دوم، این میشه خونه سوم و این میشه خونه چهارم و خونه‌ای که تو شهر بعدی هست یک پنت هاوسه که میشه خونه پنجم. اونو تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم چون تو این ویدیو اصلا نمیرسیم بریم به شهر بعدی. روبروی خونه ما یک کمی بالاتر یک مغازه است که میتونید وسیله‌های اضافیتون رو بدین بهش بفروشین یا بهش بفروشید، یعنی به دردتون نمیخوره. و اونورش هم یه سوپرمارکتی هست که میتونید برای موادتون یه سری وسیله بگیرید مثل موز و سیب و پای و کوکو اینا که بتونید با موادتون ترکیب کنید و این مواد جدید به دست بیارید. خب تو شروع بازی بهتون میگه که بیاید اینجا و این خونه رو بخرید برای شروع کارتون. حالا این لگی هم که هست به خاطر رکورد. میرید این داخل. خب حالا وسیله هاتون رو میخواد که از کجا بگیرید؟ از این قسمت هاردور استور، از این آقا کچله. چادر داره، خاک داره، ما الان 2 تا خاک لازم داریم. پکیج لازم داره، مثلا 10 تا پکیج و پکینگ استیشن که این وسطیه میشه. حالا من اینا رو زودتر خریدم که خیلی تایم ویدیو پر نشه. ما اینا رو میگیریم جمعاً $30. خب این میزا رو میبینید بیرون فروشگاهه. هر موقع که دستتون مثل الان پر باشه، هر چی که تو دستتون جا نشد اینجا میاد ظاهر میشه. میبینید مثلا من الان فقط دستم 1 دونه جا داشت و پکایی که گرفتم و نتونست اینجا جا بده و آوردش اینجا. هر مغازه‌ای شما هر چی بگیرید میاد اینجا. چادرها رو میکاریم اینجا.
هم کنارش خاک رو میریزیم. بعد اینکه خاک رو ریختید نیاز به دونه دراگ یا مواد داریم. از کجا میاریم؟ از اینجا قسمت پیام ها، سوپلایر. خب ما 2 تا چادر داریم، پس 2 تا مواد بیشتر نمیتونیم سفارش بدیم. خب من اوجی هیز برمیدارم و مثلا یه دونه ژلاتو. و منتظر میمونید تا بیاد. این گوشه بهتون نشون میده که چند ثانیه مونده. اون کادر مشکی رنگم بالاش مأموریتایی که براتون نوشته. مثلا الان نوشته که من باید به لول 20 برسم تا بتونم ویرهاوس که اون خونه شماره 4 بود فکر کنم بهتون نشون دادم و باز کنم. دقیقاً میشه اینجا. آره درست. و اون W هم که اون گوشه میبینید استخدام ورکر یعنی کارمند. میتونید کارمندایی رو استخدام کنید که گیاهاتون رو پرورش بدن، براتون بسته‌بندی کنن و یک شیمیدان هم برای استخدام گذاشته که فعلا کاربرد نداره چون تا اینجای آپدیت هنوز متامفتامین یا همون شیشه به بازی اضافه نشده. نکته بعدی هم که میخوام بگم اینه که بازی 4 نوع مواد اصلی داره که شما میتونید دونه‌ش رو بگیرید. برای موادهای دیگه باید از اون سوپرمارکتیه یه سری خوردنی ها و یه سری مواد دیگه بگیرید، با دراگ خودتون ترکیب کنید تا یه دراگ جدید به وجود بیاد. من دراگ جدیدا رو همشون رو پیدا کردم تا اینجای آپدیت. حالا شاید تو آپدیت های بعدی اضافه تر هم بشه. دراگ های به درد بخوره چون تقریبا نزدیک 48 ترکیب رو من امتحان کردم و فقط 7 دونه به درد بخورش رو پیدا کردم. اونا رو تو ویدیوهای بعدی یا نهایتا توی یه شورت ویدیو براتون میذارم. خب دونه مواد ما رسید. این دونه ها کجا میره؟ بغل یه سری خونه ها یه سری باکس های پستی هست که موقعی که ارسال میشه رندوم میره توی اون باکس ها. مکانش هم اون رو قطب‌نمای بالا جلوتون نشون میده. الان مثلا برا ما یه مقداری فاصله هست، باید بریم برداریم. اینم باکس کنار خونه، ژلاتو، اوجی هیز. حالا باید بریم بکاریم. به این صورت. نیاز به آبیاری داره. هر گلدون رو باید 2 بار آبیاری کنید. با 1 بار آبیاری نصف گیاه رشد میکنه و با آبیاری دوم کلش رشد میکنه. خب بچه‌ها من رکورد رو قطع کردم که تایم ویدیو خیلی زیاد نشه و منتظر موندم گیاه ها رشد کنه. الان که گیاه ها رشد کرده باید برداشتشون کنیم. با همین کاته هاروست رو میزنید و روی این دونه های مواد میزنید و برداشت میشه. خب تایم ویدیو چون پر شده خیلی کشش نمیدم، یه چیز میگم و ویدیو رو میبندم. ساعت بازی کلاً 24 دقیقه است. 24 دقیقه ما، یعنی یک روز کامل بازی 24 دقیقه طول میکشه و ساعت از 4 صبح اونورتر هم نمیره، رو 4 صبح وای میسه. حالا موادتون رو که گرفتین پکینگ استیشن رو حالا هر جا که دوست داشتین میذارین. اینم بگم که هر گیاهی که میکارید کلاً 8 تا محصول به شما میده.
حالا موادتون رو وقتی بسته بندی کردید چیکار میکنید؟ میرید توی فروشگاه خودتون و اونها رو موجود میکنید. با تیک زدن جلوش این مواد موجود میشه و مشتریاتون به موبایل شما پیام میدن و اون مواد رو درخواست میکنن و شما میتونید طبق خواسته خودتون قیمت گذاری کنید. هر قیمتی که دوست داشتید میتونید روش بذارید، ولی من واسه که قیمت مواد زیاد بشه مشتریان نمیخرن، من $5 بیشتر روش نکشیدم. الان گوشی لرزید و مشتری پیام داده، میگه که 3 تا اوجی هیز میخواد به قیمت $110. من اوجی هیزامو $40 گذاشتم که میشه $120. میگیم ما $10 میکشیم روش تا ساعت 12 ظهر پاشو بیا اکسپت. فعلا تا اینجای ویدیو صبر میکنم و نکته های بعدی تو ویدیوهای بعدی میرن و دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید. برای حمایت لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی see you.